همدیوران عزیز ما قرار داریم با همراه حاجی بابا در نزد دیگر شفتالوها. حاجی بابا درباره این شفتالو گپ زنید. این شفتالو نامش چی است؟ کی میپزد؟ پدویش در چی پیوند کردگی است؟ او خلاصی گپ خاراکتریستیک این شفتالو همین گفت که ما حاضر نامبر کردیم که 4 نمود شفتالوی لیچک یا که نکترین میگن. یکم ما فلاور توپ دیدیم. این دویمش سامر فایر میگن. سامر فایر این برای پخته رسیدن حالی قریب 15-12 روز دیگه موندگی باقی موندگی که این بعدی 15 روز این هم حجما کلان میشود هم بسیار سرخ جگری میشود ولی با اون سرخ جگری رفته رسیدگی نیست هم سرخ جگری میشود هم با لذت خوب دیگر پیدا میکند اینم بسیار شفتالوی بسیار حاصل است حاصل نهایت بسیار خوب میبندد اینم از اصلش از کالیفرنیا است خیلی گفتیم که 12 نمود شفتالو است همش از کالیفرنیا هستن اینم یکی از همون نکترین های وای است خب این سال خیلی خونیکی آمدگی سال حاصل کم است برای چون که اگر حاصلات برای باشه این اوضاع قریب به شکستن میآید همین خیلی حاصل خوب دارن خیلی سال همین قدر اینم ترانسپورتابل نه اینا همش همین میوه‌ای که ما در اینجا شفتالویی که گفتیم نمبر کرده همش ترانسپورتابل نه برای بردن برای صادرات اینا در بازارهای بین‌المللی بسیار رقابت پذیر هستند بسیار رقابت پذیر همدیوران عزیز حاجی بابا ترانسپورتابل نمیگن منم ترانسپورتابل میگم بسیاری سوال میتن ترانسپورتابل نشتی ترانسپورتابل یعنی که هم وقت میچیند آزادانه 10-15 روز خوب میکند نمیپوسد زده نمیشود در تنش یگان پای پیدا نمیشود و در نقلیات بر میکنید میرود تو امریکا هم خواهید میرود این یعنی معنای ترانسپورتابل نه بسیار توبوار بوده است انا هم دارم عزیز نامش رو که بریگه نامش سامر فایر بوده است من از سامر فایر هم نیهول ها داریم در اینجا حاجی بابا نیهول ها هستن و من مراجعت میکنید ماه دکبر من به شما از حاجی بابا دسترس کردم میتونم حاجی بابا یک سخن همین کدام ماه شناندن خوب است دکبر ینور فوریه همین نیهول رو بسیار مردم در ماه دکبر میشنن بسیار خوبتر میخواد چون که تا وقتی بهار و با زمین اونس میگیرد ریشه ها قوت میگیره عادت میکنه زمین ریشه ها سوز و بعد این ما نیهول من این نیهولی گفتیم که رژیم این با از همه بسیار حاصل من یک بار دوام تیم این نورگره این چی گفتید رژیم این از همه بهترین تجربه‌ای که من دارم از وایهاده با این با مزه کدوم است با مزه هم قریب همه یک لذت دارن لیکن این هم کلان میشود همه حجما هم سرخ میشود سرخ جگری میشود سرخ جگری میشود بسیار بازار دا رقابت پذیر هستن اینو هم بزرگی است ها مولی بزرگی است در بازار رقابتی خوب دارن بعد اینها با هست یک دیگه واش نیهولش نداریم کنده آوردیم و یا فلایم کیس میگن فلایم کیس هاش در ماه سپتامبر میپزد و با از همه در فکر میگه از هم خوبتر است چون که در یگان میوه در اینجا نیست شفتالو نیست در ماه سپتامبر لیچک میبروری عجایبات میشه در بازار قیمت بله ما مقصد من نزد حاجی بابا اومده همین نوارها رو گرفتن آن است که دهقان ها مال کنید که در بازار رقابت پذیر باشد در بازارگذر باشد ترانسپورتابل باشد نگهداریش آسان باشد و ما همین شفتالوهایی که به شما اومده با همراهی حاجی کامیدین که ما پیشنهاد میکنیم این شفتالوهای پیش جهان میباشد این شفتالوهایی که در حقیقت شما از این شفتالو اگر کنید شما برکه میابید یعنی که شما خیلی برای خانه‌هاتون 3-4 تا کنید میشد لیکن برای بیزنس کردن باشد اگر از این یک تر این رو خشک کردن میشه تو کفونده خشک هم به طریق سرتر تازه فروخته میشود هم به طریق خشک کنی هم به طریق کنسرو کنونی فروخته میشود اینا من اینا اگر که به فروش نرفت خیلی بلاک میکنیم خامه برای وقت پخت جدا میشود از دانه من نه علاقه جدا شده است این پیشنگی از پختگی است اما خوردم که من خیلی میموند آفتاب خودش خشک میشه درست شما همین ادونش میشونید پیوند میکنید این ما در خسکی خودمون میشونیم شفتالوهای خسکی محلی خودمون میشونیم قلمچکش عین گرفته برده در وقت پیوند میکنیم چه خوبی میتونه بسیار حاصل خوب میتونه خود پروفسورای امریکا اومدن دیدن در حیرت موندن گفتن که این حاصل این لذت این پیشپزکی نگفت در کالیفرنیا این خیلی نیست گفت در تویستون این خیلی چیزه این بعد همین خوبش همینه که در آسیا میونه اینها نیستن باید که مردم ما به همین را درک کنن همین باغ کنن نیالخانه ها ترتیب بدن نیالخانه ها در منطقه نیالخانه کنن برن مثال بوشونن پیوند کنن مردم
تأمین کنه زمینی هلو همدیاران عزیز دلی کشود حاجی بابا دیده چی میگن در نهیه ها وای کنن نیهول خونه کنن این نگفت است که فقط من نیهول خونه کنم نیهول من خرم نه برده در نهیه ها نیهول خونه کنید زیاد کنید برکه یابید ما طرفداری بایگری تاجیکستانه حاجی بابا همه شما بری جوان مردا بسیار باشد ان شاء الله تاجیکستان آباد میشود ما اگر از این شفتالا بسیار کنیم تو روسیه هم برده میرسه برای که این همه جور رفتن مزه این رو ببینید این میگید که مرملاد خورده شدیم در طعم شفتالو یک بوی خوب داره یک بوی مهین خوب داره هم قدر خوشبوی هست هم قدر بازه هست هم قدر با مزه است که موندن گرید هم دیاران عزیز این اور هم به آخر میرسد در پناه خود باشه اگر معقول شد باشد لایک مونید یگون چی نویسید پدلیت کنید دیگر رو هم بینند رفیق شما با گروه ما ابونه شوند من برای شما خدمت میکنم و همه این اینفورماسیون که جمع میکنم برای شما جمع میکنم که شما از همین اینفورماسیون از همین تاجیکستان پیشرش برخوردار باشید در پناه خدا باشید باز یگان نوار دیگر میگیریم